این تصویری که الان میبینین آخرین فیلمیه که تا حالا از تایلاسین یا همون ببر تاسمانی گرفته شده، یه شکارچی درنده و تو رأس زنجیره غذایی که حالا منقرض شده. یه زمانی این حیوان تو کل قاره استرالیا زندگی میکرده، از شمال تا گینه نو و از جنوب تا تاسمانی. شاید با خودتون فکر کردید شبیه به سگ عجیب و غریبه، اما واقعیت اینه که تایلاسین چیزی فراتر از اونه. سلام، من جواد آزادی ام. این یکی از ویدیوهای اگزونه. امروز قراره در مورد ببر تاسمانی حرف بزنیم. تایلاسین، شکارچی شبیه به سگ. وزنش بین 13 تا 27 کیلوگرم بود و حدود 66 سانتی متر قد داشت. تو ظاهر یه شکارچی قوی و سگ مانند به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که هیچ موجود دیگه‌ای روی زمین مثل تایلاسین نیست. اون یکی از بزرگترین پستانداران گوشتخوار کیسه‌دار تو تاریخه. این یعنی از نظر تکاملی به کانگورو خیلی نزدیک‌تره تا به سگ. آرواره‌هاش به طرز عجیبی باز می‌شدن و پوزه بلندش کمک می‌کرد تا طعمش رو محکم بگیره. برخلاف گرگ‌ها یا گربه‌سان‌ها، تایلاسین یک حرکت خشک و کانگورویی شکل داشت و حتی احتمالاً میتونست پرش‌های کوتاه دوپایی انجام بده. تو بعضی از فیلم‌های باقی مونده میتونی ببینی که روی دو پای عقبش وای میسته و به کمک دمش تعادل داره، چیزی که بین شکارچی‌های بزرگ تقریباً بی‌سابقه است. با این حال شباهت بین تایلاسین و سگ‌ها واقعاً انکارناپذیره. از دندان‌های تیز گرفته تا آرواره‌های قدرتمند و پوزه‌های کشیده، فرم کلی بدن اینا شبیه به همه. دانشمندان این پدیده رو یه مثال کلاسیک از تکامل همگرا میدونن، یعنی دو گونه کاملا بی ربط که به خاطر شرایط شبیه به هم شدن، ظاهری تقریبا یکسان پیدا کردن. به گفته دانشمندان شباهت بین سگ‌ها و تایلاسین‌ها از چشمگیرترین نمونه‌های ثبت شده در کل تاریخ طبیعته. مسیر انقراض. با اینکه تایلاسین‌ها یک شکارچی تو رأس زنجیره غذایی بودن، اما سرنوشتشون از قبل نوشته شده بود. تو 7 سپتامبر 1936 آخرین تایلاسین تو اسارت مرد و جمعیت‌های وحشی هم احتمالاً مدت کوتاهی بعدش منقرض شدن. حالا فقط چند نمونه موزه‌ای، چند عکس قدیمی و چند حلقه فیلم ازش باقی مونده. تایلاسین تبدیل شده به نماد انقراض به دست انسان. فیلم‌های کوتاه باقی مونده ازش مثل یک یادآوری تلخ و شبحگونه از اینکه چقدر اخیراً چنین موجودات خاصی رو از دست دادیم میتونه باشه. آیا واقعاً از دست رفته؟ ممکنه فکر کنیم انقراضش فقط تقصیر انسان بوده، اما داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست و شاید هم ماجرا هنوز تموم نشده باشه. یه ویدئوی تازه‌ای چند ماه پیش منتشر شد که شاید واقعاً قانع کننده ترین مدرک از زنده بودن تایلاسین بوده باشه. این فقط یکی از اوناست. گزارش‌های زیادی از آدمایی وجود داره که باور دارن یه جمعیت کوچیک از تایلاسین‌ها هنوزم توی مناطق دورافتاده تاسمانی، استرالیا و حتی احتمالاً گینه نو زندن. آیا ممکنه حق با اونا باشه؟ تایلاسین‌ها چرا واقعاً منقرض شدن و چی باعث میشه که این حیوان یکی از عجیب‌ترین شکارچی‌های تاریخ زمین باشه؟ جایگاه تایلاسین تو دنیای کیسه‌داران. تایلاسین یک گوشتخوار شگفت انگیز بود و امروز هیچ گونه‌ای وجود نداره که دقیقاً مثل اون باشه. در میان رده پستانداران کیسه‌دار، تایلاسین عضو یک خانواده منحصر به فرده که خودش بزرگترین و آخرین بازمانده اون خانواده محسوب میشه. نزدیکترین خویشاوند زنده‌اش الان شیطان تاسمانیه و نومبات، در حالی که کیسه‌داران معروفتر مثل کانگوروها و کوالاها از نظر تکاملی فاصله زیادی باهاش دارن. رد پاهای مشترک. یه نکته جالب دیگه هم اینه که تایلاسین و نومبات هر دو راههایی روی پشتشون دارن. این خطوط بهشون کمک میکنه تا توی جنگل‌های پوشیده از درخت و نور فیلتر شده استتار فوق‌العاده‌ای داشته باشن. اگه نگاهی به نومبات ها بندازین، شاید در نگاه اول فکر کنید یک مدل کوچیک‌تر از تایلاسین باشه، ولی واقعیت اینه که تایلاسین اندازش خیلی خیلی بزرگتر بوده. برای اینکه بفهمیم حیوان شگفت انگیز دقیقاً چی بوده و چه نقشی تو تاریخ تکاملی استرالیا داشته، یا آقایی هست به اسم تیموتی چرچیل. این آدم یک پژوهشگر دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا و سالها روی فسیل این تایلاسین ها و خویشاوندان باستانیش تحقیق کرده. اون توضیح میده که تایلاسین بخشی از یک گروهی به اسم تایلاسینوس، گروهی که بازمانده نسل خیلی قدیمی تری از گوشتخوارهای کیسه‌دار محسوب میشن. اون زمان اعضای این خانواده تنوع زیادی داشتن و بیشترشون کوچیک بودن، اما تایلاسین به یکی از بزرگترین هاشون تبدیل شده. در واقع فقط چند گونه ازش بزرگتر بودن، ولی بیشترشون خیلی ریزتر
تر بودن. اما خب نکته جالب اینجاست که از بین اون همه گونه متنوع فقط تایلاسین مدرن بوده که تونسته تا دوران ما زنده بمونه. چرا بقیه‌شون منقرض شدن؟ بخشی از ماجرا به تغییرات اقلیمی استرالیا برمیگرده. یه زمانی استرالیا آب و هوای گرمتر و مرطوب‌تری داشته. بیشترش پوشیده از جنگل‌های انبوه و بارونی بوده. ولی در دوره‌ای که بهش میگن میان دوره اقلیمی مطلوب، شرایط آب و هوایی تغییر کرده. قاره استرالیا شروع کرد به خشک‌تر شدن و خنک‌تر شدن. جنگل‌های انبوه از بین رفتن و جاشون رو به چمنزارها، درختچه‌زارها و بیابان‌های خشک دادن. نتیجهش چی شد؟ انقراض خیلی از گونه‌های کیسه‌دار، از جمله اکثر تایلاسین‌ها. تنوع عظیمی که تو اون دوران بین اعضای این خانواده وجود داشت، ناگهان سقوط کرد و فقط یه تبار زنده موند. نیاکان تایلاسین مدرن. این گروه بازمانده بعداً بزرگتر و تخصصی‌تر شدن، به طوری که تبدیل شدن به شکارچی‌های کاملاً گوشتخوار و قدرتمند، سگ یا ببر. تایلاسین از بزرگترین کیسه‌داران گوشتخوار مدرن بود. جالبه که ظاهرش اونقدر شبیه به یک سگ بود که خیلی‌ها باور نمی‌کردن این حیوان اصلا سگ نیست. اگه دو تا جمجمه، یکی از یک گرگ و یکی از یک تایلاسین رو کنار هم بذاری و متخصص آناتومی هم نباشی، واقعا تشخیص این دوتا برات غیر ممکنه. هر دوشون یک پوزه دراز دارن، چشماشون رو به جلوه برای دید بهتر و درک عمیق و دندون‌های تیز برای بریدن گوشت و فک‌های قوی برای گرفتن و نگه داشتن شکار. جالبه بدونید که هم سگ‌ها و هم تایلاسین‌ها یک ویژگی مشترک دارن. روی پنجه‌هاشون راه میرن، نه روی کف پاشون. این در حالیه که مثلا سنجاب یا انسان روی کف پا راه میره و حیواناتی مثل گوز روی نوک انگشتاشون راه میرن. حتی چنگال‌های تایلاسین هم مثل سگ‌ها غیر قابل جمع شدن بودن و دمش هم در نگاه اول خیلی شبیه به دم سگ به نظر میرسید. اما اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، تفاوت‌های جالبی می‌بینیم. دمی مثل کانگورو و بدنی با فرم عجیب. دم تایلاسین برخلاف سگ‌ها به صورت جدا از بدن قرار نمی‌گرفت، یعنی از تنش به صورت تدریجی باریک میشد، درست مثل دم کانگورو. از طرف دیگه پاهای عقبش یک کم بلندتر از پاهای جلوش بودن. برای همین وقتی راه میرفت یک حالت خمیده و خاصی داشت. این فرم بدن باعث میشد که بتونه گاهی روی پای عقبش وایسه و دم سفت و محکمش رو مثل تکیه‌گاه تکیه بده بهش، وزن بدنش رو متعادل نگه داره. از این نظر یک ترکیب عجیب و منحصر به فرد بود و نه دقیقاً سگ بود، نه گربه بود، نه کانگورو بود. یه چیزی بین همه اینها بود. در ظاهر دندوناش دقیقاً شبیه سگ‌ها به نظر میان. این شباهت تصادفی نیست، بهش میگن تکامل همگرا. یعنی وقتی یک حیوان رژیمش بیشتر گوشتخوار میشه، شکل دندونهاش به مرور تغییر میکنه، تیغه های طولی دندونها بلندتر میشن، سطح عرضشون کم میشه، چون دیگه نیازی به آسیاب کردن غذا ندارن. هرچی حیوان گوشتخوارتر بشه و کمتر نیاز به جویدن و آسیاب کردن پیدا کنه، دندونهایش کشیده تر و باریکتر پیدا میکنه. به خاطر همین تایلاسین و سگ‌ها از نظر فرم دندونها به طور شگفت‌انگیزی شبیه به هم شدن. اما اگه دقیق‌تر نگاه کنیم، یه تفاوت اساسی بین کیسه‌داران مثل تایلاسین‌ها و پستانداران جفتدار مثل سگ‌ها وجود داره، مخصوصا وقتی بحث به گوشتخوارها میرسه. تفاوت بزرگ بین گوشتخوارهای کیسه‌دار و جفتدار. تو پستانداران جفتدار مثل سگ‌ها یا گربه‌ها یک نوع دندون خاص داریم به اسم کارناسیال، دندون گوشتبر. همون دندونی که موقع جویدن استخوان، حیوان استخوان رو دقیقاً زیر اون قرار میده تا باهاش گوشت رو تیکه تیکه کنه. این دندون نقش اصلی رو در بریدن گوشت و خوردن مواد سفت بازی میکنه. اما تو کیسه‌داران مثل تایلاسین ماجرا فرق میکنه. اونا تعداد متفاوتی از دندون‌های آسیا دارن و برخلاف گوشتخوارای جفتدار، یکی از اون دندون‌ها بزرگتر از بقیه نیست. در واقع توی تایلاسین هر 4 تا دندون آسیا تقریبا اندازه مشابهی دارن و این یک فرق بزرگه که باعث میشه ساختار فک تایلاسین از اساس با سگ‌ها فرق داشته باشه. دهان غولاسا و رفتار تهدیدآمیز. یه تفاوت جالب دیگه در میزان باز شدن فک تایلاسینه. تایلاسین میتونسته دهانش رو تا زاویه باور نکردنی 80 درجه باز کنه. این ویژگی بین خیلی از کیسه‌دارای گوشتخوار مشترکه. مثلا تو شیطان تاسمانی و خود تایلاسین دیده میشه. طبق گفته دکتر داگلاس روینسکی، یه دیرینه‌شناس موزه استرالیا، این رفتار یک نوع نمایش تهدید به حساب میاد که بهش میگن ترت یاون، یعنی خمیازه تهدیدآمیز. وقتی این حیوان احساس خطر میکنه یا مضطرب میشه، دهانشون رو تا آخر باز میکنن، دندوناشون رو نشون میدن و با صدای هیس یا قرقر انگار دارن نارضایتی خودشون رو نشون میدن. هی میگن از من فاصله بگیر، من اصلا از بودنت خوشم نمیاد، الانم اعصابم خورد شده،
که ببین چه دندونایی دارم، ممکنه بهت آسیب بزنم و بهتره بری عقب. جالبه که یه حیوان دیگه هم دقیقاً همین کارو میکنه. اوپاسوم ویرجینیا تو آمریکای شمالی، اونم یک کیسه داره و موقع ترس دقیقاً همین جست دفاعی رو میگیره. ظاهر خاص از دندون تا پوست. تایلاسین فقط از نظر رفتار یا دندون عجیب نیست، حتی پوست و پوشش بدنش هم با سگا فرق داره. پوشش بدنش زبر، کوتاه و متراکمه، بدون هیچ موهای پشتی یا نه. روی پشتش از تیغه شونه ها تا ابتدای دمش بین 13 تا 22 تا خط تیره سیاه رنگ داره. این نوارها تو هر تایلاسینی متفاوت بودن، مثل اثر انگشت تو انسان، ولی اگه می‌خواستی یه تایلاسین خاص رو بشناسی، باید از بالا بهش نگاه می‌کردی، چون اون نوارها متقارن نبودن و از هر طرف بدنش طرح متفاوتی داشتن. تولد و رشد عجیب در کیسه. و البته نباید فراموش کنیم که تایلاسین هم یک کیسه دار بود، یعنی مثل بقیه کیسه داران بچه‌هاش رو خیلی زود به دنیا می آورد و ادامه رشدشون رو داخل کیسه ها انجام میداد. دانشمندا دقیق نمیدونن دوران بارداریش چقدر بوده، اما احتمالاً بین 21 تا 35 روز طول می‌کشیده. بعد از اون یک جنین خیلی خیلی کوچیک و نابالغ و نارس به اندازه یک لوبیای ژله‌ای به دنیا می اومده. این نوزاد فقط حدود 2 سانتی متر طول و 1 گرم وزن داشته، ولی با وجود این اندازه ریز اون قدری قوی بوده که خودش رو تا داخل کیسه برسونه و به یکی از 4 نوک پستان داخل کیسه بچسبه. اونجا داخل کیسه حدود 3 ماه رشد میکرده تا بالاخره آماده بیرون اومدن بشه. یه نکته عجیب دیگه اینه که کیسه تایلاسین ها به سمت عقب باز میشده نه جلو. این باعث میشده وقتی حیوان تو علفزارها یا بوته‌زارهای متراکم حرکت کنه، خاک و آشغال وارد اون کیسش نشه. چون اگه دقت کنید کانگورو میسته دیگه، تایلاسین مجبور بوده که افقی حرکت کنه. اینکه حیوان شکارچی با ظاهر سگ مانند در واقع یک کیسه دار بوده برای ذهن ما که یه پستاندار جفتدار مثل سگ و گربه رو دیدیم و به اون عادت داریم یکم عجیبه. اما در واقع تایلاسین ها و سگ ها خیلی خیلی دور از هم قرار دارن. اخیراً نیای مشترکشون به حدود 120 تا 150 میلیون سال پیش و تو دوران ژوراسیک برگشته و به اون دوره اختصاص دادنش. برای مقایسه نیای مشترک انسان و سگ حدود 80 میلیون سال پیش به وجود داشته. یعنی فاصله تکاملی تایلاسین و سگ از فاصله تکاملی ما و سگ هم بیشتره. پس چرا اینقدر شبیهن؟ به همون دلیلی که گفتم، تکامل همگرا. در مورد تایلاسین و سگ هر دو شکارچی گوشتخوار بودن که در رأس زنجیره غذایی زندگی میکردن. پس طبیعیه که بدنشون برای دویدن، شکار و دریدن گوشت به شکل مشابهی تکامل پیدا کنه. به همین دلیله که خیلی‌ها تایلاسین رو به اسمایی مثل گرگ کیسه‌دار، ما خودمون بهش میگیم ببر تاسمانی یا حتی روباه استرالیایی میشناسن. بعضی از دانشمندا هم میگن از نظر رفتاری و ظاهری تایلاسین بیشتر به شغال‌های آفریقایی یا روباه‌های آمریکای جنوبی شباهت داشته، وقتی طبیعت دوبار یک موجود تقریبا مشابه رو میسازه. در مورد تایلاسین و حیواناتی مثل گرگ یا سگ شباهتشون اصلا اتفاقی نیست. در واقع هر دو دارن تو محیط خودشون تقریبا یک کار مشابه میکنن: شکار کردن، دویدن و زنده موندن در نقش یک شکارچی میان جثه. و خب وقتی یه مسئله تو طبیعت پیش میاد، قوانین فیزیک فقط چند تا راه محدود برای حلش ارائه میکنن. یعنی در نهایت بدن هر دو حیوان باید به شکل خاصی در بیاد که از نظر حرکتی کارآمد باشه. هر دو حیواناتی با اندازه متوسط هستن، پاهای نسبتاً بلند دارن و بدنشون برای حرکت مؤثر و طولانی مدت طراحی شده. در حالی که مثلا توی خرس‌ها قدرت عضلانی اهمیت داره، یا تو گربه‌سانان مثلا یوزها جهندگی و پرش برای شکار مهمه. تو تایلاسین‌ها و سگ‌ها داستان سر حرکت کارآمد و مداومه، اینکه بتونی با کمترین انرژی ممکن برای مدت طولانی حرکت کنی، چه آهسته چه سریع. وقتی جمجمه تایلاسین و سگ رو کنار هم قرار میدی، اگه یه جمجمه تایلاسین رو کنار جمجمه سگ بذاری احتمالاً تعجب میکنی، چون تقریباً به یه شکل به نظر میرن. این شباهت ظاهری به این دلیله که هر دو از سرشون برای یک هدف مشابه استفاده میکنن: گرفتن، گاز گرفتن و دریدن طعمه. این پوزه بلند، دندونهای زیاد و فک قوی همه برای یک کار طراحی شدن: شکار سریع و موثر. در واقع این دو حیوان نشون میده که چطور تکامل در طول میلیون ها سال و در دو نقطه کاملا متفاوت از دنیا میتونه به شکل‌های تقریبا مشابهی برسه. همین پدیده است که باعث میشه بدن دلفین‌ها مثل ماهی‌ها برای حرکت تو آب شکل بگیره، یا بال خفاش با وجود تفاوت‌های تکاملیشون با پرنده‌ها تقریبا همون کار پرواز رو بتونه انجام بده. تایلاسین در
واقع یه نسخه عجیب و غیر منتظره از شکارچی‌های سگ مانندیه که در واقع توی نیمکره دیگه دنیا تکامل پیدا کردن. یه شکارچی چارپای 13 تا 27 کیلوگرمی با پوزه بلند و چشمای رو به جلو و دندونای تیز. یه ترکیب تقریباً بی‌نقص برای شکار انواع طعمه‌های کوچیک و متوسط. اما این سوال پیش میاد: اگه یه ساختار بدن تایلاسین تا این حد کامل و کاربردی بوده، پس چرا از بین رفته؟ در حالی که سگ‌ها و بقیه گونه‌های گوشتخوار تو سرتاسر دنیا هنوز با قدرت زندگی می‌کردن. راز بقای سگ‌ها و نابودی تایلاسین‌ها. اینجا دیگه داستان کمی تلخ‌تر میشه، چون درسته که بدن تایلاسین عالی طراحی شده بوده، اما سرنوشتش یه جای دیگه رقم خورده. چی باعث شده تایلاسین منقرض بشه؟ ما آدما بزرگترین عامل انقراض تایلاسین شکار بی‌رویه بود، مخصوصا بعد از ورود مهاجرین اروپایی به استرالیا و تاسمانی. تو اون زمان تایلاسین‌ها به عنوان تهدیدی برای دام‌ها شناخته می‌شدن و مردم برای نابود کردنشون جایزه تعیین کرده بودن. همین شکارهای گسترده در کنار از بین رفتن زیستگاه‌ها باعث شد که جمعیت تایلاسین به سرعت رو به کاهش بره و در نهایت آخرینشون تو سال 1936 از دنیا رفت. ماجرای انقراض تلخ تایلاسین. دولت تاسمانی یه تصمیم خیلی اشتباه گرفت. اون موقع شایع شده بود که تایلاسین‌ها به دام‌های مردم حمله می‌کنن و باعث ضرر کشاورزا میشن، اما واقعیت این بود که بیشتر این حمله‌ها کار سگ‌های وحشی بود، نه تایلاسین‌ها. با این حال دولت اومد و یک جایزه نقدی تعیین کرد برای هر تایلاسینی که کشته میشد. یعنی عملاً شکارشون تشویق شد. از اون طرف با ورود مهاجرای اروپایی زمین‌های طبیعی تایلاسین‌ها یکی یکی از بین رفت. مردم شروع کردن به پاکسازی زمین‌ها برای کشاورزی و چراگاه و همین باعث شد که زیستگاه طبیعی این حیونا نابود بشه. دیگه غذا کم شد و مجبور شدن برای پیدا کردن شکار بیشتر به سمت مناطق باز و خطرناکتر برن و این دقیقاً همون چیزی بود که باعث شد آسیب پذیرتر بشن. همین اتفاقا مربوط به گذشته دور نمیشن، مربوط به همین تاریخ اخیرن. یعنی ما دقیقاً میدونیم که چی شد که این حیوان از بین رفت. اگه بخوای افسردگی بگیری باید بدونی که آخرین تایلاسین به اسم بنجامین که تو همون اول ویدیو دیدیمش تو باغ وحش از سرما مرد، فقط به خاطر اینکه نگهبانا یادشون رفته بود شب بیارنش داخل قفس. و نکته دردناکتر اینه که فقط 2 ماه قبل از مرگش دولت استرالیا تازه اعلام کرده بود که از این گونه باید محافظت بشه. رد پای دایناسورهای شکارچی استرالیایی. البته این فقط داستان تایلاسین‌های تاسمانی نیست. تو خود استرالیا ماجرا یه مقدار پیچیده تره. هنوز دقیقاً نمیدونیم چرا اونا تو همه جای استرالیا هم ناپدید شدن. ولی وقتی به خط زمانی زندگیشون نگاه میکنیم سرنخ‌های مهمی پیدا میکنیم. هزاران سال تایلاسین بزرگترین شکارچی استرالیا بود. عملاً بالای زنجیره غذایی قرار داشت. همون نقشی رو بازی می‌کردن که تو بقیه نقاط دنیا گرگ‌ها یا گربه‌های بزرگ دارن. اما حدود 4000 سال پیش یک اتفاق بزرگ افتاد. دینگو وارد استرالیا شد و چند صد سال بعد تایلاسین‌ها تو سرزمین اصلی استرالیا ناپدید شدن. همین باعث شد که سوال بزرگ توی ذهن دانشمندا شکل بگیره. آیا واقعاً دینگو باعث انقراض تایلاسین‌ها شد؟ ورود دینگو، رقیب تازه نفس. دینگو در واقع سگ وحشی استرالیا، یه نوع سگ اهلیه که مثل بقیه سگ‌های دنیا از گرگ منشأ گرفته و احتمالاً توسط دریانوردای آسیایی از دنیای قدیم به استرالیا آورده شده. دینگوها هر چند تو خود استرالیا تکامل پیدا نکردن، اما وقتی رسیدن اونجا خیلی زود جا افتادن و تو محیط جدیدشون حسابی رشد کردن و همین موفقیتشون احتمالاً برای تایلاسین‌ها دردسرساز شده. چرا؟ چون تایلاسین و دینگو از نظر ظاهری خیلی شبیه هم بودن. همین باعث میشد که احتمالاً تو طبیعت جایگاه بومشناسی مشابهی هم داشته باشن. یعنی هر دو دنبال یه جور طعمه بودن، با یه روش شکار میکردن، روش شکار مشابه داشتن. در واقع این شباهت ممکنه بزرگترین نقطه ضعف این تایلاسین ها تبدیل شده باشه. رقابت مرگبار برای بقا. با توجه به شباهت های فیزیکیشون خیلی از دانشمندان معتقدن که تایلاسین ها و دینگوها تقریبا از یه رژیم غذایی استفاده میکردن. یعنی چیزایی مثل والابی ها، کانگروها، حیوانات کوچیکی مثل باندیگوت ها، جوندگان و پرنده ها و خزنده های کوچیک. حتی بعضیا میگن روش شکارشون هم مشابه بوده. دینگوها به صورت گروهی شکار میکنن و جالبه بدونی که تایلاسین ها هم از ظاهرا تو گروههای کوچیک زندگی میکردن، خانواده داشتن، شکار خانوادگی میکردن. یه سری گزارش ها از کشاورزای دهه 1850 تو تاسمانی هست که میگن تایلاسین ها معمولا تو گروههای کوچیکی شامل مادر و توله هاش بودن، با هم شکار میکردن. بعضیا گزارش دادن که اون شکارا رو از طریق بویدن ردش اینا پیدا میکردن و بعدش با دویدن های طولانی و استقامت زیاد اونو خسته میکردن و در نهایت شکارش میکردن. اما اگه دینگو و تایلاسین طعمه‌های مشابهی داشتن، شاید دینگوها تو چند تا نکته ظریف برتری داشتن. اول اینکه دینگوها احتمالاً یه ذره از تایلاسین‌های سرزمین اصلی بزرگتر بودن.
مخصوصا نسبت به ماده های تایلاسین، چون ماده ها از نرها خیلی خیلی کوچیک‌تر بودن. دوم که دینگوها شاید گرسنه‌تر بودن. پستاندارهای جفت‌زا معمولا سوخت و ساز بالاتری نسبت به کیسه‌دارها دارن، یعنی بدنشون انرژی بیشتری مصرف میکنه و نیاز به شکار و غذای بیشتری دارن. از طرف این متابولیسم بالاتر توی پستانداران جفت‌زا با مغز بزرگ در ارتباطه و مغز بزرگتر معمولا یعنی هوش بیشتر و همین ما رو میرسونه به نکته سوم. دینگوها احتمالاً باهوشتر بودن. دینگوها واقعاً تو کار گروهی استاد بودن. چه کار میکردن؟ تو گروه‌های منسجم و این شکار رو خسته میکردن، محاصرهش میکردن و همین بهشون یک برتری بزرگ نسبت به تایلاسین ها داد. تایلاسین ها حتی اگه تو گروه‌های کوچیک شکار میکردن احتمالاً اصلا به صورت اون شکل هماهنگی که دینگوها داشتن نمیرسیدن. بعضی حتی فکر میکردن که شاید دینگوها مستقیما باعث انقراض تایلاسین ها تو سرزمین اصلی استرالیا شدن، اصلا مستقیم اینا رو گرفتن کشتن. اما مشکل اینه که ما واقعا نمیدونیم تایلاسین ها دقیقاً چی میخوردن و همینطور دقیقاً نمیدونیم دینگوها اون موقع چی میخوردن. واقعیتش اینه که هیچ کس با اطمینان نمیتونه بگه جایگاه غذاییشون چجور با هم تداخل داشت یا نداشت. اصلا شکارچی میان سایز، نقول ها. آیا تایلاسین ها میتونستن یک کانگوروی بالغ رو شکار کنن؟ راستش احتمالاً نه. کانگوروهای خاکستری یا قرمز خیلی بزرگ و قوی هستن و تایلاسین ها ابزار و قدرت لازم برای مقابله با اونا رو نداشتن. اما اونا خیلی راحت میتونستن جوونا رو و گونه‌های کوچیک‌تر رو شکار کنن. والابی‌های متوسط و کوچیک رو، موجودات کوچیک و پر جنب و جوش رو، باندیگوت ها رو، بیلی ها رو، احتمالاً اینا بخش اصلی رژیم غذایی این تایلاسین ها بودن. سر و کله باریک، محدودیت‌های آناتومی. علت اینکه تایلاسین ها شکار بزرگتر رو انجام نمیدادن برمیگرده به ساختار خاص جمجمه‌شون. اگه جمجمه‌شون رو از جلوی از بالا نگاه کنی می‌بینی که صورتشون خیلی باریک و نازکه. حالا اگه یه جمجمه گرگ حتی یه سگ رو هم مقایسه کنیم می‌بینیم که اختلاف خیلی زیاده. حتی اگه سگ کوچیکی هم باشه جمجمه‌اش قوی‌تر و مقاوم‌تر نسبت به نیروهای چند جهتی که شکار ایجاد می‌کنه. این مسئله خیلی مهمه چون وقتی شکار رو می‌گیری اون هم میره، میچرخه، میپره، سعی می‌کنه فرار کنه، صورت باید بتونه فشارهای مختلف رو تحمل کنه. صورت باریک و نازک این تایلاسین ها بیشتر برای شکار حیوانات کوچیک و ضربه های مستقیم مناسب بود، اما برای مقابله با شکارهای بزرگ یا فشارهای جانبی اصلا مناسب نبود. آیا دینگوها همه چی رو تغییر دادن؟ اگه دینگوها میتونستن شکارهای بزرگتر رو بخورن این یعنی شاید نظریه تداخل جایگاه غذایی چندان منطقی نباشه. بعضی از دانشمندان معتقدن که تایلاسین ها شیوه شکار کاملا متفاوتی داشتن و بنابراین رقابت مستقیم با دینگوها احتمالاً عامل اصلی انقراضشون توی سرزمین اصلی استرالیا بوده. یه مقاله‌ای تو سال 2011 نشون میده که سرنخ این مسئله تو آرنجه، اما قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم باید بفهمیم که روش‌های مختلف شکار توی پستانداران شکارچی بزرگ چه مدل‌هایی دارن. وقتی حرف از روش شکار میشه دو سبک اصلی داریم که توی پستانداران بزرگ خیلی رایجه. اولی کمین و حمله ناگهانیه مثل گربه‌های بزرگ. تو این روش ابتدا شکار یواشکی دنبال میشه، بعد توی دویدن سریع و کوتاه به شکار میرسی و وقتی شکار گیر افتاد معمولاً با پنجه‌های جلویی کنترل میشه و تسلیم میشه. دومی اما تعقیب طولانی مثل گرگ‌ها یا دینگوهاست. این روش نیاز به استقامت خیلی زیادی داره. معمولا از پنجرهای جلویی برای گرفتن شکار استفاده نمی‌کنن. این سبک مسابقه استقامتی طولانی تا شکار خسته بشه. راز آرنج‌ها سرنخ رفتار شکار. مطالعات قبلی نشون دادن که شکارچی‌های تعقیب کننده مثل گرگ حرکت آرنجشون محدوده، ولی شکارچی‌های کمین کننده مثل گربه‌های بزرگ آرنجشون قابلیت چرخش و باز شدن بیشتری داره و همین تفاوت‌ها تو ساختارهای استخوانی آرنج مشخصه. شکارچی‌های پنجه‌گیر گربه‌ها آرنج باز و پهن دارن که باعث میشه استخوان رادیوس بتونه به راحتی دور استخوان دیگش بچرخه، استخوان اولنا. این حرکت خیلی کلیدیه برای چرخش ساعد. شکارچی‌های تعقیبی گرگ و دینگو آرنج‌های باریک و مکعبی با ویژگی‌های تثبیت کننده مشخص دارن. حالا وقتی به استخوان‌های تایلاسین نگاه می‌کنیم می‌بینیم کدوم سبک رو داشته. مقاله سال 2011 نشون داد که مفاصل آرنج تایلاسین بیشتر شبیه شکارچی‌های کمین کننده مثل گربه‌های بزرگه. آیا تایلاسین شکارچی کمین بوده؟ به همین خاطر پژوهشگرا میگن تایلاسین بیشتر شبیه به شکارچی کمین کننده بوده تا گرگ یا دینگو. اغلب به عنوان همتاهای اکولوژیکش در نظر گرفته میشن و این یعنی اگه شباهت اکولوژیکی بین تایلاسین و دینگو کمتر از چیزی باشه که فکر میکردیم، نظریه رقابت جایگاه غذایی که باعث انقراضش شده دیگه خیلی قوی نیست. تغییرات اقلیمی و انسان
برخی پژوهشگران میگن شاید تغییرات اقلیمی یا حضور انسان‌ها که اکوسیستم رو تغییر دادن و شکار زیاد کردن واقعا دلیل اصلی انقراض این تایلاسین‌ها یا ببرهای تاسمانی تو استرالیا بوده. اما موضوع آرنج‌ها تنها سند قطعی نیست، چون تایلاسین‌ها چنگال جمع شونده مثل گربه‌ها نداشتن. پس شکار با پنجه‌ها دقیقاً مثل یک ببر واقعی بعید به نظر میرسه. شواهد تاریخی وجود داره که شاید تایلاسین‌ها یک روش ترکیبی بین تعقیب و کمین داشتن. یه گزارش میگه غذای طبیعی تایلاسین‌ها کانگورو و والابی ها بوده. 2 یا 3 تا با هم همکاری میکردن، یکی کنار مسیر وای میستاده و بقیه والابی ها رو دنبال میکرده. وقتی یکی از شکارها رد میشده، تایلاسین کمین کننده میپریده روش. گزارش های دیگه میگه اون مثل ببر کمین نمیکنه، بلکه رد شکار رو دنبال میکنه و با استقامت بی‌نظیری تا خسته شدنش ادامه میده و وقتی والابی خسته شد و استراحت کرد، تایلاسین جلو میرفت و با دهان باز شکارش رو میگرفت. این تعقیب میتونه تمام شب ادامه پیدا کنه. هیچ کدوم از این گزارش‌ها نشون نمیده که تایلاسین‌ها دقیقاً مثل ببر شکار رو با پنجه‌ها نگه می‌داشتن، یا شاید مثل پریدن نهایی به شکار نیاز به انعطاف بیشتر آرنج‌ها داشته باشن، یا شاید اون انعطاف صرفاً یک ویژگی مربوط به دوران بچگی این جویا بوده، این کانگوروها بوده، تا بتونن به کیسه مادرشون برن و رشد کنن. رقابت نهایی تایلون ها در برابر دینگو ها. وقتی بحث به دینگو و تایلون میرسه، داستان کمی جدی میشه. این فقط یک سگ عادی نیست. دینگو یکی از نزدیکان گرگ هاست و واقعا باهوشه. اونا میتونن رفتار خودشون رو با شرایط محیطی تطبیق بدن. یعنی میتونن تنها شکار کنن و از موجودات کوچیک تغذیه کنن، یا گروهی جمع بشن و بزرگترین شکارها رو بگیرن. این انعطاف پذیری رفتاری باعث میشه که قلمرو جایگاه دینگو خیلی وسیع باشه. حتی اگه تایلون ها کمی متفاوت شکار میکردن، در نهایت دینگو تقریبا همه کارهایی که اونا میکردن و بیشتر از اون رو هم انجام میداده. این نمودار شاید یه جورایی واقعیت رو نشون بده. دینگوها همه چیز رو تحت کنترل دارن و شواهد قوی هست که همین باعث تاثیر زیادی رو کاهش تایلون ها شده. بازمانده تاسمانی، آخرین تایلون ها. تایلون ها تو تاسمانی تا هزاران سال بعد از ناپدید شدنشون تو استرالیا باقی موندن. آخرین تایلون تو قفس تنها 89 سال پیش مرد. اما بعضی دانشمندان معتقدن جمعیت‌های وحشی ممکنه حتی بعدتر هم زنده باشن. بعضی مدل‌های کامپیوتری میگن شاید نسلشون تا دهه 1980 یا 2000 هم هنوز زنده بوده. اما وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم دلیل اصلی انقراضشون تو تاسمانی انسان‌ها بودن. شکار بیش از حد، کاهش زیستگاه و حتی حوادث ساده‌ای مثل مرگ آخرین تایلون در سرمای شب 2 ماه بعد از دادن محافظت قانونی توسط دولت استرالیا دلیل اصلی انقراضشونه. یه چیزی هم که می‌خواستم صحبت کنم در مورد اون ویدیوهایی که تو اینترنت پخش میشن و همه در موردشون بحث میکنن. این ویدیوهایی که با دوربین‌های حرارتی دید در شب گرفته شده که نشون میده یه گروه کانگورو دارن فرار میکنن و ادعا شده که یک تایلون جوون داره بهشون نزدیک میشه. اولش واقعا هیجان انگیزه، چون از دور حیوان واقعا شبیه به تایلونه، ولی وقتی تصویر رو زوم میکنیم یه چیز عجیبی معلوم میشه. اون حیوان داره لنگ میزنه و یعنی یکی از پاهاش رو بیشتر فشار میده. پس اون راه رفتن عجیبش ممکنه فقط به خاطر یک آسیب یا یک لنگی ساده باشه، نه به خاطر اینکه اون یک تایلونه. از اون طرف اون دم صاف و تقریبا بدون موش هم ممکن اصلا مربوط به یک روباه باشه که به یک کنه مبتلا شده، یا حتی یک شیطان تاسمانی که از دور اشتباه گرفته شده. بیشتر این ویدیوها هم کیفیتشون واقعا پایینه، حرارتی ان، تاریکن یا خیلی کوتاهن. واقعیت اینه که اگه واقعا یک شکارچی بزرگ مثل تایلون تو نزدیکی یک شهر بزرگ ظاهر میشد، قطعا تا الان 1000 تا عکس و فیلم واضح ازش تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. پس سوال مهم اینه که چرا هیچ مدرک قانع کننده‌ای وجود نداره؟ آیا هنوز این تایلون ها زندن؟ با همه اینا آره ممکنه این تایلون ها زنده باشن. راستش رو بخوای اگه یه روز یکی از اونها واقعا پیدا بشه، خیلی ما هممون خوشحال میشیم. روز هیجان انگیزیه. بکن یک تایلون واقعی رو ببینی در حالی که داره شکار میکنه یا غذا میخوره. ولی واقعیت اینه که ما هیچ مدرک فیزیکی از وجود تایلون ها نداریم. نه عکس درست و حسابی، نه استخونی، نه مویی، نه دندونی، نه حتی مدفوعی. هیچی. کاملا هیچی. اما یه جایی هست که هنوز پر از رمز و رازه، جایی که میلیون ها نفر با آیفون و دوربین های امنیتی همه جا رو زیر نظر گرفتن. و اونجا جزیره گینه نو یه دنیای عجیب و دست نخورده است، جایی که وارد شدن بهش سخته، کاوش کردنش سخت تره و واقعا هیچ کس با اطمینان نمیدونه چه موجوداتی اونجا زندگی میکنن. این جنگل های انبوه و ناشناخته خیلی راحت میتونه این تفکر رو در ما ایجاد کنه که هنوز رازهایی تو دلشون دارن. اگه بخوایم یه جایی رو نام ببریم که ممکنه این تایلون ها هنوز توش زنده باشن، قطعا گینه نو یکی از محتمل ترین جاهاست. واقعا جالبه که یه روزی از دل همین جنگل های مرموز صدای زوزه تایلون واقعی رو ما دوباره
دوباره بتونیم بشنویم. من جواد آزادی هم یکی از ویدیوهای اگزون بود. ممنون که نگاه کردین. ما دوست داریم در مورد این ویدیوهای جالب دنیای علوم طبیعی حرف بزنیم. اگزون یک مجموعه خصوصیه که تنها راهی که میتونه ادامه بده این که ازش حمایت بشه. مستقیم ترین راه، بهترین راه اینه که حمایت مالی مستقیم ما بتونیم توی ممبرشیپ یوتیوب شما رو داشته باشیم. اگر خارج ایران هستید میتونید ممبر و عضو چنل یوتیوب بشید یا از طریق یوتیوب سوپر تانکس به اگزون دونیت کنید. اگر داخل ایران هستید از طریق پلتفرم ریمیت که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم میتونید حامی اگزون بشید. اگه به هر دلیلی نخواستین این کارو بکنید ویدیو رو لایکش کنید، کامنت بنویسید چرا ویدیو رو دوست دارید، چرا دوستش ندارید. اگه تو گوشی دارید میبینید سمت راست بکشید، گزینه هایپ داره اونو بزنید، ویدیو رو برای چند نفر شیر بکنید. اینستاگرام اگزون هم از دست ندید، اونجا هر روز تقریبا ویدیو جالب میاد. ما اونجا سعی میکنیم این دید جالب علمیمون رو، این دید سرگرم کنندمون رو از دست ندیم. من جواد آزادی ام. این یکی از ویدیوهای اگزون بود. ممنون که نگاه کردید.